میگم پیر شدی. من یه موقعی بهم گفتن که آقا مثلا نمیدونم اینجا دماغ باد داره، اونجا نمیدونم خم داره، اینجا کنار چشات چین افتاد، بیا بوتاکس بزن و اینها. گفتم آجی من انقدر زحمت کشیدم برای این چینا، برای این باده، برای این موها، انقدر هرس خوردم که سفید شده. همینه. تو تلویزیونم هیچ وقت گیریم نکردم. گفتم همینم. یه زنی رو میبینم موهاش سفید شده میگم آفرین، با این تازه میشه صحبت کرد. با بقیه باید بازی کنی، فوتبال بازی کنی، هندبال بازی کنی. خودت نمیفهمی. او کشورهای دیگه طرف زنه چروک، انگار انداختنش تو ماشین لباسشویی در آوردنش دنبال دوست پسر میگرده. اینجا مردم پا میذارن تو 40-45 سال میگن آقای قوچی او که دیگه گذاشت. اینا به خدا همه باورهای توئه، یعنی باورهای ناسالمیه که جامعه کرده تو کله تو. وقتی موهات سفید میشه تازه خردمند میشی، این علامته و تو میری اینو رنگش میکنی، اینو میپوشونیش. این داره نشون میده که تو چقدر تجربه داری، چقدر رنج کشیدی. من پیشونیم چیز خط داره، نگاه میکنم میگم آفرین تو خیلی رنج کشیدی فراز. کسی هم که رنجاشو یادش نره به مرحله قبلی در یه صورت برمیگردید بدبخت میشید وقتی یادتون بره چقدر درد کشید تا اینجا رسیدید. تازه شروعه. فکر کن همین امروز به دنیا اومدی، چیکار میکردی با این 50 سالت؟